این کاربردی ترین کابل دنیاست چون همزمان 4 تا کابله، ولی یه مشکل خیلی بزرگ داره. واسه همینم هاشم با خودش برده چین، رفته سر میز مذاکره و به سونگجو گفته میخوام این کابل 1 متری رو تبدیلش کنی به 5 سانت، این قسمتش هم مگنت کار کنی که بتونم آویزونش کنم. سونگجو خوابون زیر گوشش گفت فقط همین؟ گفت پس توان خروجیش هم 100 وات کن. سونگجو گفت تا یه پاکت وینستون بکشی محصول تو جیباته. محصول آورد واسه تست، انقدر کوچیکه که میتونی پای کلیدات بندازیش. همیشه باید یکیشو توی جیبت داشته باشی چون انگار 4 تا کابل همراهته. کافیه سریاشو در بیاری، اون کابلی که لازم داری و بسازی. تایپ سی به تایپ سی، تایپ سی به لایتنینگ، یو اس بی به لایتنینگ، یو اس بی به تایپ سی، همشون تو این ابعاد جمع و جور. مگنتی بودنش باعث میشه به هر جای آویزونش کنی. هم انتقال دیتا ساپورت میکنه، هم شارژ 100 واتی رو. هاشم فکر میکرد قیمتش پول 4 تا کابل باشه، ولی وقتی کامنت کرد مینی دید قیمتش از یه دونه کابل هم کمتره.